السلام علیکم حاضرین گرامی، مهمانان ارجمند، قدم های همه شما را به این طرف خانه زیبا و برهوا، به این تالار با شکوه، به توی خانه‌دار شوی امیر جان و ماه پیکر صمیمانه خیر مقدم میگوییم. و دوستان به ما آشنا سلام سلام، به این مکان محبت نوا سلام سلام، و هر که ارج گذارد به ما درود درود، به ارجگذاران خویش و یاران زیما سلام سلام. سلامی درودی صمیمی و مهربان به اهل نشسته این بارگاه، دوستان، مهمانان، پیوندان، خویش و تباران، حضور یکایک شما را در این طرف خانه با نفوذ شهرتیار نامدار یکچینار نور دیده تاج بر سر میگوییم و میگوییم که همه جان و جانان در این خاندان، همه فیض و احسان در این خاندان، به تبریک توی شما آمدیم، همه از دل و جان در این خاندان. شما ای جوانان عاشق نواز سعادت ببینید و عمری دراز، با لطف سخن ساقی مهربان جوانی ببخشای به پیر و جوان، که رقصید و نوشید و شادی کنید به خرسندی اهل این خاندان. شما ای جوانان عاشق نواز سعادت ببینید و عمری دراز. واقعا هم این دم و این لحظه که این دسترخوان تاجیکانه، عارفانه، عاشقانه برای مهمانان از جانب پدر و مادر شاه و ملکه گسترده شده است، پس میگوییم که نان بشکنید ارمان بشکنید، زیرا ششتنی دارد سری دسترخوان تاجیکی، مزه دارد خوردن یک بردن نان تاجیکی. ای بیا با هم در آویزیم و سر بالا کنیم از زمین تاجیکی تا آسمان تاجیکی. دوستان گرامی، امروز نه تنها در و دروازه طرف خانه با نفوذ و شهرتیار نامدار یکچینار، بلکه سفره پر از ناز و نیبتی افای زهرا جان به چهره ما و شما عارفانه، صادقانه، تاجیکانه آراسته شده است. این زیبایی، این طرب، این نشان به خاطر این دو جفتی نازنین می باشد که امروز یک بخت و یک تخت می شود. گلروز نازنین ماه پیکر، میگویم برایت بخت میخواهم که در بازار دنیایی همه چیز نرخ دارد قیمت و ارزان. در این بازار بفروشم گاه نام و ایمان را، بجز بختی که نرخشان ندارد هیچ بازرگان. از این رو من و ما برای تو بخت میخواهیم، چون میگم امشب شبی توی است، شبی توی و تماشا، شبی وصلتی دلها، شبی تنتنه ما. امشب شبی پیوندی دل این دو نوجوان است، پیوند چنان است، پیوند به جان است که از هر دوگر مژدرسان است. مطرب تو بزن دف، یاران بزنید کف، بر رقص برآیید، شادی بنمایید که امشب شب توی است، شب توی و تماشا، شبی وصلت دلها، شبی تنتنه ما. واقعا امشب شبی تنتنه هر یکی ما و شما است، زیرا عاشقان به وصال هم میرسند. از نخستین لحظه زندگی خود حیاتشان را با مهر و صفا و عشق و وفا آغاز میکنند. پس میگوییم که داماد و عروس گل به سر، توی مبارک، دو خونچه پیچیده به زر، توی مبارک، دیداری همه اهل نظر بر مه و خورشید، امیدی همه اهل نظر توی مبارک. مرحمت شاه و ملکه، عزتتون قبول، احترامتون بجا هست، به تخت بخت بنشینید، شادی و نشاط و طرب را که بهر خوشبختی شما در این تالار با شکوه می آرایند تماشا کنید و زندگی زیبا را